بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت دوستان گرامی. امیدوارم که حال همتون خوش باشه و کسب و روزیتون پر رونق. امروز میخواستم در رابطه با قفس‌های عصر جدیدی که شرکت هفت گوهر و مهندس سلیمانی زحمتش رو کشیدن و با ایده آقای عطاییان این محصول رو تولید کردن باهاتون صحبت کنم و نحوه استفادهش رو اینجا یاد بگیریم. قفس حبس ملکه چند تا کارایی داره که یکیش جلوگیری از گسترش بیماری مخصوصا کنه واروات توی کلونی های زنبور عسل هست. دومیش هم ذخیره عسل خوبی به ما میده، چون طی چند روزی که یعنی 24-5 روزی که این قفس داخل کلونی قرار داره و ملکمون توش حبسه، کلا تخم ریزی کمتر میشه و یعنی کلا قطع میشه 24 روز و هیچ عسلی یا جرده‌ای مصرف نمیشه در حقیقت. و چون تخم ریزی نیست، جنه ها جذب تخم ها نمیشن، همه جنه ها روی زنبورها هستن و با یه داروی حتی ساده هم میشه همه جنه ها رو تا حدودی کنترل کرد. درمان که نمیشه ولی کنترل میشه کرد. نحوه استفادهش هم اینجوریه که موقعی که شهد اصلی منطقه‌مون، هر منطقه متناسب با طبیعت و آب و هوای خودش یه زمان شهدی داره که ما تو منطقه ما اواسط خرداد به بعد تقریبا تا اواخر و اوایل تیر ماه هستیم زمان و موعد. وقتی که دیدیم زنبورامون دارن شهد میارن، از این قفسچه‌ها استفاده میکنیم. نحوه استفادهش هم اینجوریه که ما اول میایم یا یک پوچه یا یک برجه موم یا قاب خالی که بهتره برجه بافته شده باشه که توش تخم ریزی نشه و سالهای بعدی هم بشه از این استفاده کرد. میایم اندازه اینو دقیقاً وسط قابمون برش میزنیم و این تعبیه میشه این و من اینو برش بدم و نشون بدم خدمت شما. بعد اینکه اینجوری وسط قابمون رو بریدیم، میایم این قفس رو تعبیه میکنیم اینجا و اینجوری ما اینو تعبیه میکنیم داخل این قابمون. حالا بریم که ملکه رو پیدا کنیم و داخلش حبس کنیم. اما چند تا نکته داره که قبل رفتن سر کندو برای پیدا کردن ملکه اینه که اولش چون ملکه داخل اینه و فعالیتش محدود میشه و فرمونش کمتر پخش میشه داخل کلونی، ما باید بعد یه هفته بیایم یه شاخون تراشی انجام بدیم، چون شاخونا طبق غریزه‌شون که ملکه‌شون فعالیتشون کمتر شد میان و شاخون میزنن. بعد یه هفته یه شاخون تراشی انجام میدیم و اینو سعی کنید داخل کلونی جایی قرار بدین که رفت آمد زنبور اونجا بیشتره و میتونن ملکه رو حس کنن و نگران این نباشین که به تخمدان ملکه یا خود ملکه فشاری بیاد و زنبورا اونو حس کنن. هیچ فشاری نمیاد. ما سال قبل امتحان کرده بودیم و خیلی نتیجه داده بود، برای همون امسال هم اکثر زنبورامون رو اینجوری قفس میزنیم، جز اونایی که بچه زنبورن که حداقل باید 6-7 قاب شفیره داشته باشن، تخم و لارو داشته باشن که ما بتونیم این محصول رو استفاده بکنیم. بریم که سر کندو نشونتون بدم. بنده برای اینکه تایم فیلممون زیاد بالا نره و شما هم اذیت نشید موقع تماشا، اومدم و ملکه این کندو رو پیدا کردم که ما بگیریم و حبسش کنیم. اینه بومیه. خیلی خوب، اینو ما آرومی اینجا قرار میدیم و این فقط موقع گرفتن ملکه زیاد فشار ندیم بهش، آسیب میبینه تخمداناش و شکمش. از بالش سعی کنید بگیرید یا از قسمت سینش اینجوری بگیرید و بکنید داخل قفس. اینجاست. ملکه نمیتونه از داخل این بیاد بیرون، عین شبکه مانع ملکه ساخته شده این طوریاش، ولی زنبورا میرن داخل و میتونن ملکه رو به خوبی تغذیه کنن. 4 قاب این ور کندو، 4 قاب این ور کندو، همشون هم لارو و تخمه و طبقه‌شون هم که گذاشتم اینجا کلا ذخیره عسل و ایناست. و اینجا
ما میایم بعد اینکه در کندو رو گذاشتیم تاریخ میزنیم روش و دقیقاً 24 روز صبر میکنیم. چرا 24 روز؟ چون بیشترین مقدار شفیرجی داخل کندو زنبورهای نر هستن که متولد میشن. برای همون بعد اینکه آخرین نرامون متولد شده ما میایم ملکه رو آزاد میکنیم، اصلامون رو که برداشت کردیم ملکمون رو آزاد میکنیم، یه داروی کنه و تغذیه تکمیلی و زنبورسازی برای زمستون انشالله.